در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. حال گوش میکنیم که احمدی صاحب چی رقم این پایان نامه خود نوشته کرده، چی انگیزه داشته، قصد داشته که در افغانستان حکومت فدرالی بیاره و به شوخی این باز اگه قصد داشته با کودتا قصد داشته یا نه از روی یک رفراندوم و رای گیری. خود بنده که هدف ممی بود که سیستم فدرالی تقسیم قدرت هست و این تقسیم قدرت معنای منفی نداره، تجزیه نداره، بلکه و ما بریم دوباره فدرالیسم بسازیم و گویا کشور خود به دست خود یک بار دیگه تکه و پارچه بکنیم. ممکن این یکی از سیاست درسته بلکه دشمنانه با افغانستان باشه. عرض کردم که فدرالیسم مفادات و مزایای خود داره، ولی فدرالیسم از یک کشور کامل به قطعات خرد نه، بلکه از قطعات خرد یک کشور بزرگ ساخته میشه و افغانستان آماده امی شرایط نیست. ما که انجینیری برق تمام کردم، میخواستم که در افغانستان بخیر برم، باید انجینیر اونجا کار کنم که کمونیستا کودتا کردن، نتونستم دیگه. با چند سال کار کردم، دوباره من اقتصاد خواندم، گفتم اکثر وزرای ما که میره در افغانستان قراردادها رو متوجهش نمیشه. به اون نیت وقتی که من این را تحصیل کردم که تمام شد، جناب طالبان آمد. یکی که خدمت احمدی صاحب برز برسانیم که شورا روش تحقیقی است و فدرالیسم یک سیستم حکومتی. این دو تا دیگه متفاوت هستند. نمیشه شورا را با سیستم دیگه. البته هر دویش وجود داره، موجود است، ولی دو تا مفهوم متفاوت است. اول باید به مفاهیم توجه بکنیم، چون امروز باید مسئله ما فدرالیسم. اگر ما توجه بکنیم به اصل حکومتداری و حل مشکلات جامعه خود ما در محلات و اونا را ما رسمی می ساختیم، اونا را بهتر می ساختیم، اونا را با قواعدی به اصطلاح بهتری عدالت استوار می ساختیم و شهروند می شدیم و یک نظام مشروع به میان می آوردیم، نامش هر بلایی که میمونین ببانین، هیچ اصلا مهم نیست. اما ما به اصول توجه نمی کنیم، با اشکال، نه فدرالی باشه، نه شاهی نباشه، نه امارتی نباشه، همین باشین، همین هیبت الله باشه، اما قبول بکنم که مردم در محلات حق اداره محلات خودشان در هر جایی که هستن داشته باشن. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. خود بنده که هدف ممی بود که سیستم فدرالی تقسیم قدرت هست و این تقسیم قدرت معنای منفی نداره، تجزیه نداره، بلکه نام خدای علیم و حکیم. ما وارد قسمت دوم برنامه حکومت فدرالی شدیم. وقتی میگیم حکومت فدرالی، طبیعی است که حداقل مورد نظر احمدی صاحب که سمینار به پیشنهاد ایشان تدویر شده، این حکومت میتونه در افغانستان هم کارا باشه. ولی برای کسایی که شنیدنش حساسیت داره عرض میکنیم که نگران نباشین، بیاین که با هم تبادل نظر کنیم. حکومت های مختلف در افغانستان تجربه شد. احمدی صاحب پایان نامه خود در اون مورد نوشته کرده. حال گوش میکنیم که احمدی صاحب چی رقم این پایان نامه خود نوشته کرده، چی انگیزه داشته، قصد داشته که در افغانستان حکومت فدرالی بیاره و به شوخی این باز اگه قصد داشته با کودتا قصد داشته یا نه از روی یک رفراندوم و رای گیری. احمدی صاحب بفرمایید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تشکری میکنم از تمام دانشمندهای عزیز که در اینجا تشریف آوردن و اینا علاقه دارن برای آینده افغانستان. برداشت خود به همین هست که ما وقتی که یک تعمیر میسازیم، یک دفعه مثل در سر کوه کل فامیل ما 20 نفر از جمع میشیم، در ظرف 2 روز شب تا صبح یک خانه میسازیم. یک دفعه میخوایم یک نقشه خوبه برای یک پارلمان یک چیز بسازیم، مثلا ما برای یک مهندس میگیم که یک نقشه بکش. طرح بندام امیسته که میگم که ما شما به این شکل دومیش کار کنیم که آینده افغانستان پروردگار میفهمه و بستگی به زحمت های
علما دانشمندها دارن، مخصوصا علما و دانشمندهایی که خانم هستن. اینا هر قدر که زیاد منظم کار کنن نتیجهشان بهتر است. و خود بنده که هدف ممی بود که سیستم فدرالی تقسیم قدرت هست و این تقسیم قدرت معنای منفی نداره، تجزیه نداره، بلکه اگر در هر چقدر ایالتی که مردم و دانشمندهای دلسوز افغانستان مثلا تصمیم بگیرم، به طور مثال من میگم بر سادگی که ما افغانستان رو به 10 ایالت تقسیم میکنیم. این 10 تا ایالت وقتی که با هم مسابقه میکنن، فوق العاده جامعه افغانستان به ظرف فاصله کم شاید 10 سال بسیار بسیار بالا بره. و در این کتاب خودم بیشتر تخصصی از نگاه اقتصادی هست. براستی که ما باید سیستم فدرالی را به شکل علمیش هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه حقوقی بررسی بکنیم. و ما هفته آینده 5 صفحه اولش مطالعه میکنم. استاد شما بفرمایید، بعد ما از احمدی صاحب من سوال. میخواستم خدمت انجینیر صاحب بزرگوار عرض بکنم که کتاب شما نوشتین و از او دفاع هم حتما کردین در دانشگاه. این دیگه ضرورت به این نداره که شما 5 صفحه بخوانین و بازو رو بین با ما چی بکنین. یک کتابی را که کس می نویسه حتما میتونه در 5 دقیقه، در 10 دقیقه، در 20 دقیقه خلاصه از او را اما مفاهیم عمده ایش با دیگران شریک بسازه که ما بدانیم که در کتاب چی چیزی بحث شده و چی رقم بحث شده و چی نتیجه گیری داشته که ما بعد از او بتونیم روش بحث بکنیم. اما این کتاب یعنی نمیفهم چند صفحه است کتابتون، از عکسی که روان کردین زخامتش بسیار زیاد نیست، مثل کتابی آقای علوی نیست مثلا، بیشتر از 1000 صفحه بوده باشه که او را فصل به فصل روش بحث بکنیم. یا موضوعی بسیار مهمی هست که البته فدرالیسم و اینا در افغانستان دیگه. از اون لحاظ ما میخواستیم بشنویم از شما قبل از اینکه برین آمادگی بگیرین، تیاری بگیرین، همین کتاب شما از چی بحث میکنه، چطور بحث میکنه؟ در جواب سوال شما اول یک دقیقه بار حاشیه میرم، امیدوارم که دوستا را اذیت نکنم. من که انجینیری برق تمام کردم میخواستم که در افغانستان بخیر برم، باید انجینیر اونجا کار کنم که کمونیستا کودتا کردن، نتونستم دیگه. با چند سال کار کردم دوباره من اقتصاد خواندم، گفتم اکثر وزرای ما که میره در افغانستان قراردادا رو متوجهش نمیشه. به اون نیت وقتی که من ایره تحصیل کردم که تمام شد، جناب طالبا آمد و به هیچ صورت رفتن نمیتونستم در افغانستان. اینا 31 سال شده از این کتاب و برای خودم مثل که شما به عنوان یک پروفسور الحمدلله موفق و تجربه، او کسی که نو خلاص میکنه تمامش در ذهنش هست، متوجه هستید؟ اما بعد از 31 سال که شما دوباره پس مراجعه کنین بسیار مشکل است، مخصوصا همین تقسیمات اقتصادی که ایالت ها بین خود داره، کدام قسمت ها به اصطلاح برای حکومت مرکزی مثل وزارت خارجه، وزارت دفاع، معادن و صنایع که مربوط حکومت مرکزی میشه، ولی بقیه قسمت هایش که مسابقات در خیرات بکنن ایالت ها با هم جهت پیشرفتشان، و مخصوصا قسمت های مالیاتی که ایالت ها به چی سیستم اینا چقدر حق دارن که مالی هم ایالت خود بگیره. راجع به اینی بخشا هست که اگر علاقه داشتین ببخشین صفحهش حدود 67 صفحه است یا 70 صفحه. خب این را فرض میکنیم که 70 صفحه A4 است. بله. در آلمانی آفیر. گفته میتونین چند فصل داره صاحب؟ من مجبور بیارم میشه. لطف کنین بیارین صاحبا. 61 صفحه بسیار خوب. بله. اگر بکگراند تان پاس کنین بازو روشن معلوم میشه صفحات اگه خواستین نشان بتین، ولی خیر است. فصل اولش در چی مورد است؟ عنوان فصل اول؟ عنوان فصل اول که تا 11 صفحه است
سیستم فدرالی، سیستم مرکزی و مشخصات از اینا. بسیار البته این شاید ما صحبت کرده باشیم، اما بازم من اگر بخوانم یک شاخصش اگر بگوین از سیستم مرکزی، یک شاخصه از فدرالی. مشکل است. 11 صفحه است. مشکل نیست احمدی صاحب بزرگوار، خیر است. بسیار خوب، زحمت کشیدین، به حد توان خداوند شما را حفظ کنه. خیلی خوب کار کردین صاحب. من یک بار دیگه احترام خود به تمام اشتراک کننده مجلس تقدیم میکنم. من در مو بحثی که پیرامون فدرالیسم بود میخواستم نظریات خود بسیار کوتاه بگویم، به خاطر از اینکه نمیفهم چقدر صحبت شده مثبت منفی از لحاظ تاریخ، از لحاظ وضعیت افغانستان برای فدرالیسم در مجموع. فدرالیسم در تاریخ بشریت و مزایای از او، تعریف از او، خوبی ها و بدی های فدرالیسم و ای که نظریات مختلف ما پیرامون فدرالیسم داریم. طبعا ما شما هواپیما هم در حرکت است، صدایش زیاد است که ما صدای از بک‌گراند شما نمیشنویم. مهاری صاحب راحت صحبت کنیم. بسیار خوب است. من فقط در تعریف فدرالیسم که یک مرجع مرکزی واحد است و خودمختار و خود تصمیم گیرنده و به اصطلاح خودکفا است میخواستم عرض بکنم. و در شروع واقعا میخواستم در مورد فدرالیسم عرض بکنم که فدرالیسم وحدت ملی و استقلالیت ملی را در کل تعریف میکنه. یعنی ارتقای وحدت، تنوع نه تنها منطقه‌ای بلکه اقتصاد محلی را و عدم هژمونی قومی و خودمختاری و تصمیم گیری جداگانه را میتونه تعریف بکنه. و ای که نواقص از او گاگای ما میتونیم قلمداد بکنیم که در هم شکستگی ها یا تضعیف نظام ها را تعریف میکنه، یا سیستم حکومت های پوشالی که تحت تاثیر اداره مرکزی و گاگای هم تحت تاثیر حکومت های بالاتر از اون می باشه. بالاتر به این معنا محسنی صاحب و دوستای گرامی که تمام امپراتوری هایی را که ما پیش از میلاد از هخامنشی‌ها شروع تا به آریانا و خراسان و به اصطلاح ساسانی ها و بخش افغانستان، کوشانی ها و امپراتورهای مغول و چنگیز و عثمانی بینان بیاریم، همی که اونا خطه ها را با هم متحد میکردن، یک جا می شدن، خودش یک سیستم و یک شکل فدرالی بودن. محسنی صاحب گرامی عرض بکنم که فدرالیسم از اجماع چند خطه با وجود میاد. من میخوایم روی کشورهای فدرالیسم فکر میکنم آقای عاطف احمدی صاحب گرامی اشارات داشتند این موارد که ما اگر فدرالیسم روسیه را مثال بتیم، انگلستان، عربستان، از امریکا شروع تا به پاکستان و کشورهای دیگه انواع مختلف و شرایط گوناگون فدرالیسم داشتند. عرض بکنم که فدرالیسم از یک کشور ثابت و دارای حدود 4 نفوذ و اراضی تقسیم نمیشه به خطات کوچکی که یا خطه های کوچکی که ما را باز فدرالیسم بگوییم، بلکه فدرالیسم از خطه های کوچک و یک نظام بزرگتر که ولو ما بگوییم از نظام مرکزی تا به محلی ایجاد میشه. بنابراین فدرالیسم به خاطر رسیدگی به تمام محلات کار نیک است. بله، افغانستان متاسفانه دور از ما و شما دوستا به اون شعور سیاسی هنوز نرسیدن که با یک پلان و برنامه و استراتژی کامل و با یک کنترل مکمل ما بتانیم یک فدرالیسم داشته باشیم که بعدها از او یک چیز دیگه ساخته نشه. مثل که همی لحظه همی جنگی که یا همی بازی موش و پشکی که فعلا از جنگ اوکراین و از خاور میانه به طرف افغانستان میایه، همی جنگ های نیابتی یا همکاری طالبا با TTP و غیره بسیار ترساور است، خطرناک است. خطرناک به خاطر عزیز که ما نمیفهمیم در کدام کشتی و کدام بازی و کدام طرف میریم. آیا در نهایت TTP با طالبا یکی میشه و یک کشور به اصطلاح ما را خوش بسازه که بیاین بخیر لوی افغانستان هم میسازیم و در حقیقت ما بریم صوبه پنجم پاکستان شویم؟ ببینید در همچون شرایطی که نه رهبری آماده است، نه ذهنیت ها آماده است، نه از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی
آمادگی های کامل داشته باشیم و نه هم نیازمندی های مدنی و از لحاظ خدماتی آماده ازی باشه که ما بریم روی یک مسئله فدرالیسم صحبت بکنیم. ببینید ما همیشه میشنیم که مسئله خراسان و فدرالیسم، ولی خراسان یک فدرالیسم بود که افغانستان جزء از این فدرالیسم که در اون وقت شما بهتر میفهمین که بخشی از ایران کنونی یا ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و حتی تا به گجرات هند، این خطه های خرد و ریزی بود به شمول افغانستان که ما یک کشور بزرگ به نام خراسان داشتیم. ای کاش ما بتانیم غیر از لوی افغانستان بریم خراسان هم اعاده بکنیم و بعد از اون ما فدرالیسم بگوییم. ولی نمیشه که یک افغانستان که به هزار مشکل در چند سده اخیر بالاخره به شکل از اشکال در نقشه سیاسی دنیا ما حضور داریم و ما بریم دوباره فدرالیسم بسازیم و گویا کشور خود به دست خود یک بار دیگه تکه و پارچه بکنیم. ممکن این یکی از سیاست درسته بلکه دشمنانه با افغانستان باشه. عرض کردم که فدرالیسم مفادات و مزایای خود داره، ولی فدرالیسم از یک کشور کامل به قطعات خرد نه، بلکه از قطعات خرد یک کشور بزرگ ساخته میشه و افغانستان آماده امی شرایط نیست. من نظر بسیار کوتاه مهمی بوده، گپای زیاد داشت. من راست بگم در مترین کاغذ در دست من سمک تعداد یادداشتم گرفتم و از قبلا هم در ذهنم و مطالعات مدهی مورد زیاد است که میخواستم با آقای پدرام و بسیاری از دوستا مشاجره و مذاکره داشته باشم، اما چون امروز وقت بسیار کم است، ما هنوز بالا پوش به نکشیدیم و داخل مجلس نشیدیم. آمدم که دین خود به رادیو ادا کرده باشم. دوستتان دارم، بسیار خوشحال هستم زحمات شما و امیراهی را که شما برای ارائه معلومات آفاقی برای هموطنان پیش گرفتین، از این من پشتیبانی میکنم، حمایت میکنم و خرسند هستم و گام نیک است و موفقیت های بیشتر آرزو دارم. اگر دوستا سوال را دارند از من و گپایی که من پراگنده خدمت شما عرض کردم، من در خدمت هستم. غیر از او مرا باز اجازه بدین که من برم در برنامه‌های بعدی خدمت شما می باشم و یک بار دیگه سپاسگزار هستم که من مداخله کردم و وقت خود من قید کردم و گرفتم. بسیار زیاد تشکر. خیلی لطف کردین مورد صاحب. از نظر لطف شما در مورد حقیر جهان سپاس به مبالغه استفاده بردیم. انشالله بعد از این شما زیاد استفاده میکنیم. احمدی صاحب سوال دارن از شما. احمدی صاحب بفرمایید. بسیار تشکر. تشکر. جناب اسلام الدین معارض، اول بسیار خوشحال شدم از صحبت‌های خوب شما. شما به عنوان یک دانشمند چطور میگین که بر افغانستان عملی نیست؟ احمدی صاحب گرامی، ما شما دیدیم که افغانستان یک ستون فقرات یا سیستم در نظام نداره. وقتی که رئیس جمهور مانند اشرف غنی فرار میکنه یا مانند دکتر صاحب نجیب شهید میشه و یا مانند ترکی خفک میشه و یا امثال هم، با نبود و از بین رفتن رهبری تمام سیستم از قوای مسلح شروع تا سیستم اداری و دولتی همه پارچه پارچه میشه. کدام گارانتی وجود داره که ما فدرالیسم بسازیم و فردا آقای پدرام و بزرگایی که در این راستا علاقمند هستند ترور شوند و از بین برن؟ این را باز کی پیش میبره؟ به اون خاطر گفتم که شرایط سیاسی، شعور، دانش علمی افغانها انسجام متاسفانه به او درجه نرسیده که ما بتانیم باز یک سیستم را که یا یک رژیم نظام را که ایجاد میکنیم با زور کنترل و نگهداری، حراست، حمایت و امنیت دفاع از او بکنیم. به او خاطر است که نخیر، ما قطعا آماده نیستیم. اول افغانستان یک کشور مستقل، کشور دارای تمامیت ارضی و حدود اربعی خود است و یک نظام خود داره بر شکلی که است. حالا ما نظام یا یک اداره سرپرست یا موقت غیر مشروع را داریم. به هر حال افغانستان یک کشور با تاریخ و جغرافی خاص خود، با مردم و فرهنگ غنی خود وجود داره. مطالعات من، تحلیل من نشان میده که فدرالیسم هنوز بسیار وقت است. دشمنان کوشش میکنن که ملیت های با هم برادر از هم جدا بسازن. جناب محسنی صاحب و دوستان میفهمند که ما میلحظه که در لندن هستیم بیشتر از
3000 کلتور یا ملیت ها، زبان ها و اقوام مختلف در لندن با هم دوشادوش زندگی میکنن. اصلا تکر نمیکنن به خاطر از اینکه در این خطه، در این کشور خرد که یکی بر سوم افغانستان هم نیست، قوانین و امو سوی علم و دانش و امو راه سیاسی را که انتخاب کردن عملی بشه. به او خاطر اینا میتونن که با داشتن سیستم یا ستون فقرات نظام خود از کشور خود واقعا دفاع بکنن و پیش برن. اگر قبلا عرض کردم که رهبریشان از بین میره، هیچ چیز از جای خود تکان نمیخوره، چون سیستم کار میکنه. ولی افغانستان متاسفانه همین لحظه که فقط 5 نفر از رهبری تغییر بکنه نظام، با شما میفهمیم که همسایه ها در منطقه جهانچوران فقط دست زیر علاشه نشستن که چطور بتانن افغانستان قرد بکنن، افغانستان تجزیه بکنن. و ما فدرالیسم دیدیم، فدرالیسم امریکا هم در تجزیه است، فدرالیسم روسیه از بین رفت، خراسان با فدرالیسم پیشتر عرض کردم تجزیه شد. و ما میبینیم که تمام سیستم های فدرالی در حالت تجزیه و از بین رفتن است. خاور میانه یک وقت به این شکل که اگر فدرالی هم یاد نمی کردن اما عملا فدرالی بودن. با اون خاطر سیستم های فدرالی خودش ورشکست میشه، مشکنه و خطاها تقسیم میشه. با خاطر که ما یک کشور قویتر متحد داشته باشیم، بله فدرالیسم به سود ما شما نیست. ما شما میبینیم امروز همین تبلیغاتی که پشتون و غیر پشتون و فلان و چنان، اینا همه کار دشمن است. و چی خواستا که ما در این راستا باز از فدرالیسم صحبت بکنیم. سیستم فدرالی که در دیگه کشورها بود، امروز پاکستان تجزیه میشه. شما میبینید که هر روز و دمی چند روز اخیر پیشرفت های زیادی با وجود آمده که سندی ها و بلوچ ها و کشمیری ها و پشتون ها خیستن و از بین میبرن. منان چطور با به دست خود خانه کلان خود بگیریم، پارچه بسازیم، خانه پدری را بگیریم بین اولادا تقسیم بکنیم و بعد از او اولادا نتانن اونقدر خبره باشن، عالم باشن که از خانه خود دفاع بکنن. من فکر میکنم امو کلمه که عرض کردم که ما هنوز ولو فدرالیسم بخواهیم، ما در اون مورد ما مزایا و جوانب مثبت و منفی از او را بسیار به صورت یاد کردم، اما به زمان نیاز داره که افغانستان یک بار امو بسیار با معذرت کلمه جالب است که بگویم با امو شعور سیاسی خود، با علمیت و دانش خود، با محاسبه و احصایی دقیق خود برسه که ما بتانیم روی فدرالیسم با صحبت بکنیم. بسیار تشکر جناب احمدی گرامی. اجازه است که من برداشت خود در رابطه با شما بگویم؟ مهربانی صاحب، فقط یک خواهش دارم که باز برداشتتان که خلاص شد، معارض صاحب اجازه بتین که خنک نخوره، او در یک مراسم توی دعوت است. نه ما بسیار ناوقت آمدیم، ما منتظر هستم اونجا داخل. میخواین هفته آینده باز راجع به صحبت های شما با هم حدیث ما همیشه همراهتان انشالله هستم و من مخالفت ندارم. من فقط نظر خود از مطالعات خود دادم. من عرض کردم که من در مورد ساختار نظام که کدام نظام برای افغانستان بهتر است، من کاملا همراه شما موافق هستم. در این که بخیر بتانیم یک نظام را در اونجا با پا ایستاد کنیم که به سود ملت و مملکت ما شما باشه، ولی و هر نامی باشه. من مخالفت با فدرالیسم و نظام سلطنتی و جمهوری و دموکراتیک و اسلامی و غیره ندارم. ما می‌خوایم که یک افغانستان با صلح، متحد و تمام اقوام ملیت‌ها زیر یک سقف و یک خانه مشترک با هم زندگی بکنیم. انشالله که باز برداشت شما در مورد ما تغییر میکنه وقتی که زیاد یا ممکن برداشت مثبت بوده باشه. حتما من در خدمت شما هستم. بسیار تشکر آقای احمدی صاحب، عاطف صاحب، دوستای دیگه و محسنی صاحب گرامی که برای من اینقدر وقت دادن و من جسارت کردم صحبت کنم. قربان شما و تشکر از همه. ان شاء الله هفته آینده شما رو میبینیم. استاد بزرگوار بفرمایید حرفای خود بگوین. عاطف صاحب بعد از اون ان شاء الله یک چند کلمه دارم. با اجازه شما بسیار کوتاه صحبت میکنم. یکی که خدمت احمدی صاحب عرض برسانیم که شورا روش تحقیقی است و فدرالیسم یک سیستم حکومتی است. این دو تا از یکی دیگه متفاوت هستند
نمیشه شورا را با سیستم، البته هر دویش وجود داره، موجود است، ولی دو تا مفهوم متفاوت است. اول باید به مفاهیم توجه بکنیم، چون امروز مسئله ما فدرالیسم است. دومی که ما با یک سلسله از آنچه که جناب مارج گفتن در یک بخش صحبتایشان موافق هستم که معمولا این حتمی نیست که حکومت‌های فدرالی از قطعات کوچک برن بقیه، ولی به طور معمول در طول تاریخ همه تو یک چیز موجود بوده و قطعات کوچک با هم دیگه یک جای شدن، حکومت‌های کلان فدرالی درست کردن. کمتر کشورهای موجود یا متمرکز رفتن به طرف فدرالیسم. ولی در باب روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی یک چیز هم تو این یک سیستم فدرالی نبود، اینا سیستم فدرالی نداشتن، سیستم جداگانه. ولی در یک قسمتی که جنابشون فرمودن که سیستم های فدرالی امروز در حالت شکست و یا تجزیه شدن هستن، ما یک همچون چیز را البته در همین مقطع تاریخی در رابطه با کشورهای فدرالی نمیبینم. مثلا ایالات متحده امریکاست، اختلاف وجود داره، اختلاف خو جزء از فطرت بشری است و باعث تکامل آموزگی. اختلاف در تمام، ما پیشتر اختلافش در رابطه با کانادا هم گفتم وجود داره، ولی البته من نمیفهم، ولی در همین مقطع با توجه به آنچه که ما میبینم، ما مطالعه میکنم یا ما اخبار گوش میکنم، یک همچون چیزی وجود نداره هنوز، یعنی وجود نداره، بلکه بیشتر رو تقویه هم میشه. اما ای که بازم بریم به ای که حکومت فدرالی در افغانستان، یه هم دقیق است، ما با ایشان موافق هستم که افغانستان در شرایط فعلی به این مسئله آمادگی نداره. ما دلیلش هم گفتم که ما نظام حقوقی ثابت کار داریم، نظام حقوقی مشخص کار داریم، از همه مهمتر ما تفکر ملی نیاز داریم و گفتمان ملی نیاز داریم که هنوز ما به اون نرسیدیم. باید مسئله، به تکرار میگم چون یک مسئله مهم است، مسئله کهتری و مهتری و ایگپار از بین ببریم، بشینیم صحبت بکنیم. ولی ای که ما بخوایم تجربه بکنیم، فکر نمی کنم بد باشه، ولی ای که اگر ما قرار باشه که یک همچین سیستم بخوایم بیاریم به کشور خود، یا کار از امروز باید سر شروع بکنیم. تو نمیشه که ما بگیم ما آماده نیستیم دیگه بگذاریم. میشه ما آماده، خود چه وقت آماده میشه؟ آماده شدن خود نیاز به آماده گرفتن داره. بنان آماده گرفتنش باید از امروز شروع بکنیم تا آماده شیم. این یک روند طولانی مدت است، شاید ما در ظرف 50 سال بعد، شاید یا 40 سال بعد آماده شیم، ولی حداقل بر نسل‌های بعدی شاید یک چیز بهتر، حداقل یک چیز را آماده، یک ریسرچ شده درشان داشته باشیم که خوب اینی برادر، اینی سیستم ها، اینی چیزا. امی صحبت های بود و مشنم از استاد. تشکر صاحب. استاد بفرمایید. تشکر عاطف بزرگوار. بسم الله و الحمدلله به نستعین. بازم من میخواستم روی چند موضوع مفهومی و اصطلاح یا مفاهیم کمکی روشنی بندازم اگر ممکن باشه. یکی که حکومت‌های اسلامی که اشاره میکنن البته به قرآن کریم و آنچه در احادیث نبوی وجود داره، در اونها هیچ اشکالی وجود نداره، همیشه اونجا بودند، همین 1400 سال گذشته وجود داشته. مشکل ما در اسلام نیست و اسلامیت نیست، در مسلمانی است. ما مسلمانایی بسیار متفاوتی داشتیم در این 1400 سال گذشته و هنوزم ما حکومت‌های مسلمانی نداریم. ما باید یک ذره کوشش بکنیم که حکومت‌های مسلمانی افغانستانی ممکن طالبا داشته باشد، اما ای که چقدر اسلامیست یعنی مسلمانیشون به چه حد است مشکلات داریم، یا در ایران یا در ترکیه یا در مصر، هر جای دیگه. ما زیادتر باید روی امی مسلمانی صحبت بکنیم تا چه حد ما مسلمان هستیم. درست است آقای احمدی میگن که ما متوجه قرآن نیستیم، درکی درست از قرآن نداریم، یک واقعیت است و این هم جزئی نمی تاریخ بشریت است که اگر ما خواسته باشیم که حکومت ایدئالی فدرالی داشته باشیم، ما باید فدرالیستا داشته باشیم. شما نمیتونید حکومت دموکراسی را بدون دموکراتا به میان بیارید. عینی مسئله است. دموکراسی دموکرات کار داره، اسلامی مسلمان کار داره، فدرالی فدرالیست کار داره. ما باید اینمی روحیه به اصطلاح تمکینه، اما قسمی که میفهمید مثلا علم به ذات خود میتونه بسیار زیاد تخریب کار بوده باشه یا عامل بسیار تخریب بوده باشه، اما تا وقتی که او درست عمل نشوه، به عمل اجرا گذاشته نشوه،
عقل نیست. اما تمکین به علم عقل است. هر وقتی که ما توانستیم دانش خود و درست تطبیق بکنیم ما وقت عاقل می باشیم. و از اون لحاظ ما واقعا ضرورت به این داریم که روی ایدئالا زیاد، البته ضرور است بفهمیم، ضرور است درک بکنیم، اما ضرورتی بیشتر ایست که ما اونا را به عمل یعنی به شرایطی تمکین برسانیم و از اونا ما استفاده مثبت و خوب کرده بتونیم. مسئله دوم که مفهومی چیز است که ما باید چی میگیم مخشوش دو فکر نسازیم. فدرالیسم با حکومت‌های امپراتوری گذشته. حکومت‌های امپراتوری یکی از طویل‌ترین نوع حکومتداری در تاریخ جهان بوده که بیشترشان حکومت‌های امپراتوری عقیدتی بودند، دینی بودند در مناطق مختلف دنیا و جهان و اینا غیر متمرکز بودند به صورت کل. مثلا امپراتوری روم 700 سال، بیشتر از 700 سال دوام کرد. علت چممی بود که اینا میخواستن حکومتی متمرکز قوی بسازن. هیچ امپراتوری نمیخواست که مثلا چی باشه، کاملا متمرکز شود، اما نمیتونستن و چون نمیتونستن راه حل آسانترش همی بود که آزادی محلی برای بعضی مناطق داده شود و از اون طریق که یک سلسله چیزهای برشان به مفادشان به اصطلاح که بود اونا مثلا یک مقدار مالی هم میدادن یا تحفه میدادن، هر برنامه که بود، اما قوانین و قواعد اما قدرت مرکزی را تا حد قبول داشتن. حکومت های چی به اصطلاح امپراتوری وقتی سقوط کرد که اروپایی‌ها بعد از کنفرانس وستفالیا یک چیزی را به نام حکومت های ملی به دنیا عرضه کردن. این یک مقطع واقعا تازه است در تاریخ جهان. قبل از او همطور حکومت های وجود نداشت. حکومت ها اصلش همی بود که باید هم نوع مردمش هم نوع بوده باشد، دینشان، فرهنگشان، روش های زندگیشان دیگه و دیگه یک رنگ بوده باشه. اگر نبوده باید یک رنگ ساخته شود. که دو مثال خوبش فرانسه است که از یک چیزی بسیار متفاوت یک چیزی ساختن به نام فرانسه، فرانسوی. آلمانا یا انگلیسی ها یا دیگه به هر به اشکال دیگر چی کردن. دومی که ما باید اشکال حکومت ها را با اصول حکومت داری باید فرقش باید درک. اشکال حکومت داری میتونه متفاوت بوده باشه، اما بعضیش میتونن اصول حکومت داری یک شکل به کار ببرن و نتیجهش هم باید ممکنه همرنگ بوده باشه. مثلا شما در اروپا دو نوع حکومت دارین، حکومت های فدرال دارین نه؟ و حکومت های شاهی دارین. انگلستان شاهی نیست، اسپانیا شاهی نشد، سویدن شاهی نیست، هلند شاهی نیست. اینا همه‌شون حکومت های شاهی هستند، اما اصول حکومت داریشان غیر متمرکز است. به اصل اداره محل توسط خود مردم محل اتکا میکنن. حکومت های فدرال او چیزی که در جایی که موفق بودن همیست که اصلشان اینه نیست که اجازه میتن به حکومت های به مردم محل که اداره محل خودشان به دست خود بگیرن. ما با تاسف باید بگم 50 سال بیشتر از عمر خود در امریکا گذشتندم. دینمی شهرکی که من فعلا 35 سال از زندگی میکنم، اینا اداره محلی اینمی منطقه را خودشان به دست خود دارن. به اصطلاح اما کسی که شهردار است انتخاب میشه، قاضیای شهر انتخاب میشن و شورای اما کنسولی چی دارن، مثلا شهرداری دارن. اینا اداره اینمی محله را به دست خود دارن، مثل یک ولسوالی افغانستان است. مثل از اینا 30 چند تا تعدادش هم نمیفهم در ایندیانا هست. هر کدام از اینا به این شکل شهراست، بعد از کانتی میگن. کانتیش این شکلی چی داره، ولسوالی ما شما را داره، شهر کانتی. بعد از او ایالت است. این قوانین قواعدی را که اینمی شهرداری داره از خودش قانون داره، به این چک نیست. و ما قانون کلانتری در ایندیانا هست که باید به اساس اونم قانون بوده باشه. از اون قانون نمیتونن اینا بیرون برن. اما اگر یک چیزی که با قانون تضاد نداره اینا خواسته باشن در قانون خود اضافه کرده میتونن. ایالت ایندیانا از خود عین چیز داره، والیش به اصطلاح یا گورنرش انتخاب میشه، شورای ایالتی دارن و تمام چیزا. بعد از اون
اینا هم یک قانون اساسی ایالتی دارن که قانون اساسی ایالتی هم نمیتونه در تضاد با قانون اساسی فدرال بوده باشه. میتونن چیزایی را در چی بکنن داشته باشن، اما در چوکات قانون فدرال، قانون عمومی امریکا، و بعد از اون قانون فدرال مرکزی واشنگتن است. اما اینا به اصطلاح از هم چیده هستن. اول قانون ملی، قانون ایالتی، قانون کانتی، قانون شهرداری، همگیش در زیر یک چیز. هیچ کس نمیتونه، هیچ کسی از این چیزا نمیتونه خلاف قانونی اساسی امریکا بوده باشه، اما در ضمن کار میشه. شما ببینید چیزی که اینجا بسیار مهم است اینمی اصلی اداره محل توسط خود مردم محل است، چی در شهر، چی در کانتی، چی در ایالت و چی در مملکت. اساسی چیزی را که ما در افغانستان نداریم امیست که مردم محل حق اداره محلات خودشان هیچ وقت ندادن. و علت اساسیش هم به تحلیلی که من دارم از تاریخی است که ما حکومت‌های مشروع مردمی در افغانستان هیچ وقت نداشتیم. هیچ وقت. از 1880 به تا حال را حکومت‌های ما وابسته بودن به بیرون. و وقتی که حکومت‌ها وابسته به بیرون بوده باشند، پولم، اسلحه همه چیز از بیرون داشته باشند، چرا به مردم توجه بکنن؟ چی ضرورت دارن که از مردم مشروعیت بگیرن یا بخوان؟ از اون لحاظ ما حکومت‌های متمرکزی مرکزی را که داشتیم همه چیز در دستشان بوده و مردم اصلا مطرح نبوده. مردم از همون لحاظ است که تبع و رعیت بودن. ما شهروند در افغانستان نداشتیم، نداریم. ما وقتی میتونیم شهروند شویم که حق اداره محلات خودمان را به دست خود داشته باشیم. از اون لحاظ فدرالیسم اصلا یک شکل حکومتداری است. در افغانستان کسایی که فدرال میگن فدرال قومی میخوان و شما فدرال قومی در افغانستان نمیتونین راه حل مشکل افغانستان باشه. او رای چیزی رو که آقای انجینر صاحب احمدی میگن که ما باید در اونجا با همدیگر مسابقه داشته باشیم. مسابقه اورم برای خیرات. همچین یک چیزی شما در افغانستان فدرالی قومی هیچ قابل تصور نمی باشه. برای از اینکه ما اون مسلمانای نیستیم و او شکل مسلمانایی که ما با قرآن عمل بکنیم نیستیم. و چطور ما او را بتانیم بسازیم؟ ما مسلمانایی را شویم که با قرآن ربطی نزدیک داشته باشیم. کاری است که یک حکومتی را کار داره که در اونجا حق اداره محل به خود مردم محل سپرده شود. من همیشه در نوشته‌های خودم در حرفام میگم مردم افغانستان در طبقه پایان زندگی، یعنی در محلات، در قشلاق، در دیگر جاها بسیار دموکرات هستند. این که مسلمان خوب هستن یا نیستن او مطرح دیگه، موضوع دیگه است که چرا برای ما اسلامی را با اسلامی را که لازم است یاد ندادن. برای ما چرندیات به نام مسلمانی اسلامیت یاد دادن، نه قرآن. او موضوع دیگه. اما اگر ما بتونیم یک نظامی را در افغانستان به اساس اصل اداره محل با توسط خود مردم محل پیشنهاد بکنیم، او شاهی باشه، امارتی بوده باشه، فدرال نامشوانه، هر بلایی که ببرین، اما اصل اداره باید و مردم باید امی ساختار باید از پایان به بالا ساخته شود، نه از بالا به پایان. اگر ما توجه بکنیم به اصل حکومتداری و حل مشکلات جامعه خود ما در محلات و اونا را ما رسمی می ساختیم، اونا را بهتر می ساختیم، اونا را با قواعد به اصطلاح بهتری عدالت استوار می ساختیم و شهروند می شدیم و یک نظام مشروع به میان می آوردیم، نامش هر بلایی که میمونین ببانین، هیچ اصلا مهم نیست. اما ما به اصول توجه نمی کنیم، با اشکال، نه فدرالی باشه، نه شاهی نباشه، نه امارتی نباشه، امی باشین، امی هیبت الله باشه، اما قبول بکنه که مردم در محلات حق اداره محلات خودشان در هر جا که هستن داشته باشن. با اینمی 34 ولایت هم مشکلی ما نداریم. در صورتی که حق اداره محل، اداره ولایات، اداره ولسوالی به مردم خودشان سپرده شد. مسئله فدرال که ما تیار هستیم یا نیستیم، ما چی وقت به اسلامیت، به مسلمانی تیار هستیم که ما با فدرالیسم تیار باشیم یا با حکومت عدالت تیار باشیم؟ ما مشکل داریم. مشکل ما این هسته که ما به اون شکلی که لازم است، ارزش هایی که به او اگر ایمان هم داشته باشیم عمل بکنیم، در اون صورت ما میتونیم
کاری انجام بدیم که حکومت مسلمانی بوده باشه، نه حکومت اسلامی. تا زمانی که ما بگوییم حکومت اسلامی، طالب میگه که ما اسلامی آوردیم. اما طالب تا چه اندازه مسلمان است؟ چقدر مسلمان است؟ یا حکومت‌های گذشته افغانستان چقدر مسلمان بودند؟ با وجودی که نام اسلامی، حکومت‌های مجاهدین چقدر مسلمان بود؟ ما ضرورت به این داریم که بگذاریم این مسائل تا وقتی که ما با اونا عمل بکنیم و ارزش‌هایشان و روش‌هایشان به دیگر وقتی کردیم، بعد از او باز شکل مملکت و حکومت اینا باید اونقدر مهم نبوده باشه. اما عمل ما، کردار ما، امریکایی‌ها دموکرات هستن به صورت کل، همگی نه، اما دموکرات هستن. اسلامی هستیم، اسلامی گپ میزنیم، اما مسلمان خوب نیستیم. دیگه من میگم ما باید توجه خود در این مسائل یک ذره تغییر بدیم، از طرف ایدئال به طرف عمل. و حکومت‌های امروزی که بعد از وستفالیا متمرکز شدن و حکومت تازه، شکل تازه حکومتداری به میان آمد، این حکومت‌ها معمولاً حکومت‌های متمرکز بودن و این متمرکز بودن هم مفاد داشت در جایی که حکومت‌ها مردم هم نو بودن، هم فکر بودن و با او عمل میکردن، برشان فایده کرد. اما در جایی که غیر متجانس بود، یعنی به شکلی جامعه را تقسیم کرد که ما افغانستان امروزی داریم. ساختارهایی که برای ما، برای دشمنای ما اینا در حقیقت برای ما ساختن، برای این نساختن که ما در حکومت‌های به اصطلاح چی داشته باشیم، مردمی داشته باشیم. ما را در جنجال انداختن و با مو لازم هست که ما همیشه درگیر این مسائل هستیم و اونا هنوز هم دست میزنن و هنوز هم خوش هستن که اینمی حالتی را که اینا با میان آوردن، همون چیزی را که اونا میخواستن در حقیقت به دست آوردن. اونا دیگه در اونجا نباشن هستن، اما ما درک کردن نمیتونیم. میبخشیم چون دراز شد، اما که ما با آقای انجینر صاحب احمدی بسیار زیاد زحمت کشیدن، آرزوی درکی همون کتابایشان هم داشتیم که از کتابشان حرف بزنن که نزدن. امید است که شریک بسازن افکارشان در کتابشان، در پایان نامه‌شان اینجا. یک دنیا تشکر استاد بزرگوار. دوباری شعر علامه اقبال به خاطر فرمایشات عمیق و پرمعنی شما در ذهنم رسید که چو میگویم مسلمانم بلرزم، که دانم مشکلاتی لا اله را. بیشک. بیننده های گرامی، برنامه امروز ما در مورد حکومت فدرالی و نحوه تطابق آن در افغانستان فعلی و امتیازاتش نسبت به حکومت متمرکز بود. اگر واقع بینانه افغانستان ببینیم، به یک نکته پی میبریم. مشروطه خواهان ما از شاهی شکایت میکرد، بالاخره جمهوری آمد. از جمهوری شاکی بودن، بالاخره جمهوریت دموکراتیک آمد. از جمهوریت دموکراتیک شاکی بودن و بعد از او حکومت اسلامی آمد با ادعای عدالت حضرت عمر و حضرت علی که متاسفانه همه این مسائل به اضمحلال کشیده شد و بعد بروکرات ها از غرب آمد با سلاح‌ها و کر و فر و میلیون‌ها بودجه اضافی که اگر مدیریت داودخانی هم میبود، افغانستان امروز یقیناً مبتلای به این همه امراض نبود. خلاصه کلام، ژاپن هنوز امپراتوری است، اما درس حکمت و پیشرفت و مساوات و عدالت در عمل بر انسان ها میده. ما امیدوار هستیم که افغانستان هم یک روز آزادی و عدالت برسه. دو سه نکته هم در مورد رادیو کتاب. رادیو کتاب از شماست وطندارای گرامی. لطفاً اگر برنامه های ما را لایق نظر دادن، انتقاد یا پیشنهاد میبینین، فقط در چینل یوتیوب بنویسین. امیدوار هستم که بتانیم همه با هم در گفتگو، محبت و الفت برای زدودن کینه های بعد از جنگ آماده سازیم. تشکر از حضور دانشمندای گرامی و تشکر از شما بیننده ها که با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.